un bonbon, 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 bon. C'est un bonbon. ببینش که بچه همینجا خیلی هوای گرمی خوشش ایده میگم گشنه نشیدی؟ گشنه شدم. گشنه نشیدی؟ انا کوچه یک جو مهمونی رفتگیه جای کچکا پیوز دیده ای؟ برایم کچکا پیوز یک 5-6 تا بگی بیو مال اینجا من خودم یکمش تشکیل کنم مال با گشنه نمونی مردمانو مال برا بگی بیو این مالادیس این زنه خیلی تو اومدن یکم موقتاک میکنیم که تو اومدن این زنه که اینا بیلولم بیو نه تا بیا بچه چه دمون یه زنده باشی اولی دستی باشه همین را پوز میکنیم بچم یک کچکا بریون میکنیم انا که بچم این کچکا رو ما تو پوز کردن اکو تویو تیار شدن اکو بچم تو برا این مغازینی همسایه دو پشکا تخ بیار مایلا دو پشکا تخ بیار بعد اون شبا میبینیم بودا دیگه بر وقت بیو دلدار با من گفت چرا غمگینی جون در بندی کدام دل برا کشیدینی جون برگشتم و آینه به دستش دادم برگشتم و آینه به دستش دادم گفتم که در آینه کی را می کدش کرا میبینی جون لای دلم کبابای دو چشمی دلبرم جامی شرابای وای رو با بستیل کبابای وای رو با بستیل کبابای دو چشمی دلبرم جامی شرابای وای رو با بستیل کبابای وای رو با بستیل بیا سایجا بیا سلامت سازن شما رو کدبانی خانه گویم خطا نمیکنید نه خطا نمیکنید او زنک نیست زنک نیست من هم یکم چک خیال کنیم خودمون این ینگه که نباشه تشکیلی هم خواسته گو نه تشکیلی میکنیم خمانو خی خمان تشکیلی میکنیم کچکاکو را پوست میکنیم خب یک تا بریون میکنیم اینه بیلول نه ما تخت داره کن برای کنیم دو پشکا تخت بیار انا تخمکو را ما میجوشونیم در بولا کمی کچکا بریون میمونیم و خطاقتی در همجا میخریم نه که امی بیلول جون یک ساعت چید روش کردم نیومده وزیرم نصیب باشه این کارتشکا بریونه بیگا میخوریم نه وزیرم بعد یک ساعت تیار بشه آخی وای بیلال جانی بچه دکه قطعی هلال جانی بچه من جلال جانی بچه جمال الدین کمال جانی بچه سیف الدین فوتبال دستادن در استادیوم بچه را میگه روی کو ایقافش بپوی کجا میره کودک کار فرموده ایقافش بپوی اگه خیلی بیام کارتشکا از هم پیوز کتی میخوریم اگه چیکار میکنیم دیگه حوزی من حوزی بیایا بیلال جان اخی هیچ گپ نه یکا حوزی میایا سروت خونده یکون کردی دیگه نیست من ریزه کنم اکا اینا تمام شد کجا یک تا دیگه مون خودم پوست میکنم دیگه تمام انا این بیلال جان اینا بیلال جان اومده اینا ما گفتم بیلال جان ما روی کدام میایا بیا بیلال جان بیا ایده بچه صدقه تخمه واردی خان دوتا سایجونی تخمه نگو چی واردی خدا؟ تا کجا بودی؟ فوتبال دا؟ جنگش نکن این بیلال جان با فکرم که رفته پشککی تخم نبوده کلکیو ورده ادامه برنامه شکرخند است مخلصان عزیز این صحیفه برنامه ما گفتن لطیفه ها است بهترین مرحبت آغاز از شما مایلش گب نیست روز یک دوست خب به یک کارخانه میدروید کارخانه کلان در اونجا آهن های قیمت بها داشته است بعد میرود یک آهن رو کندن میگیرد که در همین وقت رئیس به کارخانه میدروید میبیند که این دوست همون آهن رو کنده ایستاده است باز با پیش دوست میاد میگه هی تو چی کار کرده ایستاده ای میگه این آهن کنده برام میگه بکنش با آهن رو میکند میگه کندیشه میگه رئیس کنده بار که در ماشین بار کردی میگه سوار شو سوار میشه در ماشین اوینا را پایان میکند انا که سوار شدی پگاه من تو رو از کار خارج میکنم
و میگه رئیس من کارگری شما نیستم موجه های میکنه رفتن میگیره. مرامت در یک مرافعه سودی گناهکار رو میخیزاند، سودیا میپرسد کنی گپ زن اصلی واقعیت چخیل شد؟ رفیق سودیا خیر چخیل گویم؟ میگه همه خیل چخیلی است همه خیل بگو. رفیق سودیا راستی گپ من نمینوشم، من همون روزم هوشیار بودم لیکن امین با سبب امون ترمزای شلنگ کنده شد و ماشین دیگر ماشین رو اداره کرده نتوانستم. لیکن محترم سودیا من همین هوشیاری زیرکی رو از دست نداده در رو نگاه کردم که باید چیکار کنم. این طرف نگاه کردم که یک بازارچه است پوری آدم است. گفتم این طرف گیرم، این طرف نگاه کردم طرف دست چپ که مکتب است، همه مکتب بچه ها وقتی تنفس همه در بیرون. بعد دیگر ندونستم چیکار کنم. راست نگاه کردم که یک کس نشسته است در همون بالای بیتون و سیگارت کشیده ایستاده است. من گفتم میرم در همون بیتون میزنم، اینقدر آدم یک کس خوب نیست، خیلی سبکتر. من میگه همون طرف راست کردم. محترم سودیا میگه فهمو لیکن برای چی 50 نفر اونجا در فاجعه تلف یافته است؟ رفیق سودیا همون ابله که سیگارت میکشی طرف همون داشتم و گره درین همون آدمو در اومد. من رفتم. رئیس ممکنه؟ مرحبت بی. السلام علیکم. علیکم السلام. السلام علیکم رئیس جون. رئیس جون چطور شو؟ تشکر. شما خوبه؟ سازار با تیجه؟ تشکر. خونگاه تیجه ما مرحبت بشینید. رحمت رئیس جون رحمت. رئیس جون ساز میشیم تی؟ تشکر. خونگاه تی کودکو نغزن خونگاه. رحمت شما خوبه؟ خدا را شکر رئیس جون. فرزندا خوب؟ میشه خدا را شکر. دیه بودگی خوبه؟ همه تینجه رئیس جون یاد میکنه شما را. سلامت باش. سلام گفتم. اکی جورقل بودی؟ جورخان. جورخان. بعد دین اومدم شما را نیفتم. پریروز اومدم گفتن کجای بر اومده است. با این امروز هر چی شما در جای کار بودین رئیس جان. سلامت باشه. هم خودتون وعده کرده بودید کو کمتر پول قرض برای یک نه من حل میکنم کار شما را قرضم نباشه حل میکنم. لیکن امروز نه. روزی سه شنبه بیایید. روز سه شنبه؟ بله. رئیس جان امروز نمیشه. امروز امو کار بود کرده نمیشه. روز سه شنبه گفتین رئیس جان؟ روز سه شنبه بیاید حتما کار شما رو اجرا میکنم. شما در جای کار میشه رئیس جان؟ همینجا میشم. محل رئیس جان همین روز سه شنبه گفتین؟ سه شنبه. خیلی گفتی شما شما رئیس جان. خوش آمدید. خیلی خداوند نگهبانتون باشه. سلامت باشید. زنده باشید. خوش آمدید برادر. ما رفتم رئیس. روز سه شنبه گفتین رئیس؟ بله. روزش سه شنبه گفتین رئیس جان؟ سه شنبه. سه شنبه. ما میبینیم رئیس جان. سلام روز سه شنبه میبینیم. بله خیلی السلام علیکم معلم جان. سودا تینجه کارو سوزا معلم جان. شکر. کجا کار دارفتی سی معلم جان؟ سروسی من امروز گفتم. معلم جان هم یک چی پرسم؟ کلام کم گراش دیگه مرا. خب. پگاه سه شنبه آیا معلم جان؟ پگاه؟ نه پگاه پنجشنبه برادر. پنجشنبه؟ پگاه دیگه سه شنبه آیا گنی ها؟ برادر آخه پگاه که پنجشنبه کشید پگاه دیگه جمعه میشود. بعد جمعه با سه شنبه میشود معلم؟ بچه تو عجیب گپ میزنی. پنجشنبه جمعه کشید شنبه میشود. شنبه؟ بعد شنبه با سه شنبه میشه آخه؟ یه بچه خیلی بعد شنبه آخه که پنجشنبه شد جمعه کشید شنبه کشید کو بعد یک شنبه میشود. یک شنبه میشود. من کلام پر کسد. معلم؟ خوب. بعد یک شنبه با سه شنبه آیا؟ یه سری دلت میشود. خیلی سر دل میشود. آخه یک شنبه کشید دوشنبه نمیشود. دوشنبه میشود. معلم تام آدمو را مزاق کردی؟ خیلی مزاق. آخه نخود اگه دیگه سه شنبه نشود.